امروز بسیاری از مردم دانسته یا ندانسته، یا بر اثر غرور یا بر اثر شیطنت، این اسلحه به دستشان آمده که سبب قتل مردم می شود و این لامپ‌های زنون هست. لامپ‌های زنونی که بر ماشین ها می بندند. در شبها این لامپ‌های زنون می زنید، ماشینی که از روبرو میاد نمی بیند، مسیر رو درست تشخیص نمی دهد. چند وقت قبل که در مسیر سوران راننده‌ای از جلو با لامپ زنون میاد، راننده روبرو نمی بیند که جلوش موتور سواری هست. این هم می رود و اون هم میاد، این چشمهایش نورش از بین می رود و بر روی همین موتور سوار می رود و 2 نفر جان باختن در جا. این قتلی هست که امروز در جاده های بلوچستان انسانهایی آمدن، جوانانی آمدن، دانسته یا ندانسته یا بر اثر غرور، به وسیله این لامپ‌های زنون. این لامپ‌ها خلاصه لامپ‌های مرگبارند. وظیفه همه ماست که به همدیگه تذکر بدهیم. اون فروشنده به فروشنده بگیم که شما نباید این لامپ‌ها را بفروشید. وقتی که استفاده درست بلد نیستن نباید فروخته بشن. و به تعمیرکار هم باید بگیم شما نباید این لامپ‌ها را نصب بکنید. و به رانندگان، به جوانان، به فرزندان تذکر بدیم